سلام به همگی دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همتون عالی 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 باشه. تولد مهرماهی های عزیز رو تبریک میگم همینجا بهشون و امیدوارم که این ماه برای همه عزیزان ماه خیلی خیلی خوب و پربرکتی باشه. امروز اومدم خدمت همگی با یک فال قهوه‌ای کلی به صورت ماه به ماه و نیت کلی رو جواب میدم. من قبلا نیت رو کردم از طرف شما همه دوستان و اینکه الان میخوام تفسیرش کنم برای فروردین ماهی. شروع کنیم از فروردین ماهی عزیزم. ببین فروردین ماهی جان، برای شما عدد 20 رو داده، یعنی هر نیتی که کردی یا نیتی که داری برای شما 20 خواهد شد. و اینکه برای شما دارم میبینم از طرف یک کسی که حرف دال توی اسم یا فامیلش داشته باشه و یا حرف عین داشته باشه، براتون خبر و تماس هستش. اگر با این شخص کات کردید آشتی دارید. همچنین براتون عزیزم عدد 110 رو داده. 110 اسم حضرت علی هستش، اسم ابجد امیرالمومنین هست. اگر نظر حضرت علی کردی حتما برآورده شدن و 100% براتون داره. از تلفن تماسی که داخلش 210 باشه براتون تماس هست. از کسی که حرف ت 2 نقطه داخل اسم و فامیلش باشه برای شما عزیزم خبر تعجب برانگیز و خوشحال کننده رو دارم میبینم. خب بریم سراغ اردیبهشت ماهی هامون. اردیبهشت ماهی جان، برای شما حلقه افتاده، حلقه ازدواج خیلی ناگهانی و برای مجردینمون پیشنهاد ازدواج افتاده. تا 10 وعده زمانی میتونم بگم تا برج 10 قطعا براتون این مسئله انجام پذیره و اینکه اون دوستانی که کات داشتن قطعا آشتی رو دارن و همچنین دارم میبینم براشون که پسنداز کردن، جمع کردن پول افتاده براتون. دارین انگار مبلغ مالی که دستتون میاد و دارید پسنداز میکنید که خیلی همین پسنداز براتون روشن خوبه. میریم سراغ خرداد ماهی هامون. خرداد ماهی جان، عینک بدبینی انگار زدی به چشمت، انگار که به صورت همه بدبین هستی، ولی بهتر هستش که از این بدبینی دست ورداری و اینکه براتون برای شما هم تا 10 وعده زمانی خوشحالی خیلی خوب رو دارم میبینم. همچنین دارم میبینم که از کسی که حروف اسمی عین داشته باشه، حروف اسمی رزه داشته باشه براتون خبر و تماس هست. از حروف فقاف هم همینطور. و همچنین دارم میبینم که برای شما دوست عزیز خرداد ماهی از کسی که داخل تلفنش 4 داشته باشه برای شما خبر غیر منتظره‌ای خواهد بود. بریم سراغ تیر ماهی های عزیزمون. تیر ماهی جان، برای شما افتاده که قفلی ازتون گشاده میشه، کاراتون جفت جور میشه 100%. خیلی خیلی زود شما جفت جوری دارید، 20 شدن کارهاتون رو دارید و همچنین دارم براتون میبینم که امضای سندی رو به خوشحالی و به خوشی خواهید داشت. تیر ماهی جان عالی افتاده براتون. بریم سراغ مردادی عزیزم. مرداد ماهی جان، برای شما فلش زده، یعنی فلشی که دارین در واقع به سمت سوی پیروزی میرید و کلید گشایش و کلید پیروزی رو دارین. از کسی که ف داخل اسمش یا فامیلیش داره براتون خوشحالی هستش و کسی که آی با کلاه داشته باشه برای شما خوشحالی. همچنین برای کسی که نون توی اسم فامیلیش باشه براتون خبر و خوشحالی دارم میدم. اگر کیس عاطفیتون هستش، اگر کاتید آشتی دارید و همچنین دارم براتون امضای سندی رو میبینم که میتونه با یه شخصی هم باشه که دالزال داخل اسم فامیلیش باشه و عالی واسهتون افتاده مرداد ماهی جان. خب مهر ماهی جان، تولدتون مبارک و همچنین دارم واسه شما میبینم که انشالله به زودی شمع حاجت براتون افتاده، حاجت روایی دارید مهر ماهی جان و برای شما رقم مالی از مضرب 2 بسیار رقم مالی بزرگی افتاده، کارگشاست براتون و خوشحالی دارید. از کسی که داخل تلفن تماسش 4 6 و 2 داشته باشه خوشحالی دارم براتون. از کسی که دال داره داخل اسمش دالزال داره براتون خوشحالی و خبر میبینم، تماس میبینم. همچنین مهر ماهی عزیزم، از کسی که سینشین داخل اسمش باشه دارم براتون خبر و تماس میبینم. اگر چنانچه خودتون یا کیس عاطفیتون این حروف رو دارید براتون آشتی دیده میشه.
برای مهمانی ها بیشتر رقم های مالی خیلی خیلی بزرگ دیده میشه. حالا انشالله که هر چی که میخواین براتون همون بشه تو ماه تولدتون. خب میریم سراغ آبانی ها. آبانی ها برای شما دارم 2 تا تیکه پول خوب میبینم از کسی که حرف ب داخل اسم فامیلیش باشه. خبر براتون دارم میبینم. چیزی میشنوید تعجب میکنید، ممکن هم از این تعجب براتون تعجب حالا ناراحت کننده باشه. ممکنه خبری بشنوید که این مقدار شما رو به هم بریزه. ببینید برای شما افتاده که یک رقم مالی مضرب 2 یا 4 به دستتون میرسه. این رقم مالی کوچیکه ولی خب میتونه برای شما گره گشا هم باشه با وجود کوچیک بودنش. میریم سراغ آذرمایی ها. آذرمایی ها برای شما افتاده که یک رقم مالی میتونم بگم مضربی از 2 یا 4 میتونه داشته باشه که به دستتون میرسه. این رقم برای شما داره دیده میشه که در حال همش حساب و کتاب هستید، انگار دارید حساب کتاب میکنید. برای آذرمایی ممکن هست دعا و جادو بستگی باشه، ممکن هست مدتی دچار حالا مقدار رکود و بستگی باشین که برطرف میشه البته به زودی انشالله براتون. و همچنین دارم میبینم که خرید و فروش براتون افتاده. خرید و فروش افتاده از کسی که حروف اسمی میم دال زال میم داره. براتون خبر و تماس و خوشحالی هستش. آذرمایی جان تو حساب کتابتون مراقب باشید ضرر و زیان براتون خدای نکرده نداشته باشه. عجله نکنید در واقع. میریم سراغ دیمایی هامون. دیمایی جان برای شما افتاده که از کسی که فر یا مثل اسم فریبا مثلا یا همچین چیزی فر اول اسم فامیلش باشه براتون خبر افتاده و خبر خوشحالی و تعجب برانگیز از شخصی که اون هم مثل خودتون دیماهی هستش. خوشحالی واسهتون افتاده یا تا ماه دی برای شما یک خوشحالی و اتفاق خیلی خیلی بزرگ و سورپرایز عالی واسهتون میبینم. از کسی که میم داخل حروف اسمش باشه و سینشین براتون دارم خوشحالی و خبر میبینم. دیماهی عزیزم دارم براتون میبینم که ممکن هستش که خیلی خیلی زود شما یک در واقع حالا نشست، یک نمیدونم دوره همی جایی دعوت بشین یا همچین چیزی دارم شما که خیلی هم عالی افتاده براتون. نگران نباشید. اگر منتظر تماس تلفنی هست این تماس برای شما برقرار میشه، این تماس باتون گرفته میشه. خب بریم ببینیم برای بهمنی ها چی هست. خب برای بهمنی ها افتاده که تا 10 بعد زمانی اتفاقی براتون بسیار بسیار روشن و عالی میفته. 20 میشه. تعجب میکنید، متعین میمونید، خیلی غیر منتظر است این اتفاق براتون، اصلا فکرشو نمیکنید. چیزی که حالت معجزه است براتون افتاده و عدد 700 یا 7000 یا همچین چیزی رقم مالی هستش که به دستتون میرسه از کسی که تو تلفنش 207 407 یا این ارقام رو داشته باشه. براتون دارم تماس میگیرم. خرید و فروش ماشین 207 هم میتونه در واقع باشه. برای بهمنی هامون قطعا یک معجزه هستش از سوی خداوند که براشون رقم میخوره. تا قبل از ماه تولد خودتون در واقع تا برج 10 شما این معجزه رو قطعا خواهید داشت. بهمن ماهی عزیزم میریم سراغ اسفند ماهی ها. نیت کنن اسفند ماهی هامون ببینم که چی براشون دیده میشه. خب برای اسفند ماهی ها افتاده از شخصی که حرف میم داخل حروف اسمی یا فامیلیش باشه. قطعا براتون خبر خوشحالی هست. اسفند ماهی جان برای شما هم دعا جادو بستگی دیده میشه که انشاءالله قطعا رفع میشه. نگران نباشید، از این بستگی رکود بیرون میای. برای اسفند ماهی افتاده که از کسی که دالزال نون میم داخل حروف اسمی یا فامیلیش باشه قطعا خبر تماس و خوشحالی رو دارین. برای اسفندی ها افتاده که در حال پسنداز هستین، در حال پول جمع کردن هستین، میخواین کاری انجام بدین، میخواین
ظاهرا نمیدونم خیلیاتون براتون مهاجرت افتاده، سفر هوایی افتاده به نقطه دور، انگار میخواین مهاجرت بکنین. حالا ممکن هم از برنامه‌ریزی دارید میکنید ولی این مهاجرت براتون انجام میشه قطعاً. میتونم بگم که تا وعده زمانی 4 یا 6 تا 4 تا 6 قطعا این براتون انجام میشه. توی ماه دی و زمستون هم برای شما غیر منتظره خوشحالی بزرگی دیده میشه. برای مجردینمون ممکن هستش که زوجیت و ازدواج باشه. خب امیدوارم که بهترین های این فال رو کسب بکنید. لطفا در کامنت ها برای من بنویسید که چه فال هایی رو دوست دارید که براتون انجام بدید. من ممنون میشم که پستا رو لایک کنید، شیر کنید، ذخیره کنید که بتونید از ما و از پیج خودتون حمایت کنید. امیدوارم بهترین ها واسهتون رقم بخوره. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدایا رو نگهدار همگی.